اگر این مرد نبود ما همه عرب زبان بودیم. یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پولماهک با گردآوری دلاوران سیستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه اعراب پرداخت و توانست اکثر ایران را از تسلط اعراب متجاوز حفظ کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را ممنوع و زبان پارسی را رایج کرد. اگر او چنین کار بزرگی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا همچون مصر، لیبی و مراکش عرب زبان بود. خلیفه هراسان پیکی به سوی یعقوب فرستاد و گفت تمامی نقاطی که در ایران تصرف کرده ای از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیر. یعقوب نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی گذاشت و در پاسخ به خلیفه چنین گفت تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخم به متجاوزان به خاک ایران این شمشیر است. اگر گذرتان به دسفول افتاد حتما به آرامگاه یعقوب سر بزنید. یک قبر مخروبه و دور افتاده خواهید دید که اگر تاریخ ندانید فکر میکنید قبر یک متجاوز به خاک ایران است، در حالی که یکی از شجاعترین و وطن پرست‌ترین فرماندهان ایران در آن آرمیده است. به افتخارش این پست رو لایک کنید. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید پیج تاریخ پارسی رو فالو کنید.